هیچی لذت بخشتر از این نیست که بعد از شرکت توی کلاس‌های زبان یا حتی در حین شرکت توی کلاس‌های زبان بتونین نتیجهش رو ببینین. که چی؟ که بتونین فیلمی که نگاه می‌کنین رو متوجه بشین. این مهارتی که توی کلاس‌های ویدیو بیس حتما به دست میارین. می‌نویسم، امضا می‌کنم و پاش میمونم مثل همیشه. گوش کنیم و لذت ببرید. کی بود که ترمز اضطراری رو کشید؟ اون این کارو کرد. از اونجایی که نمیدونستی اون دستگیره فقط برای اهداف اورژانسی و از اونجایی که نمیدونستی امشب شب کریسمس و از اونجایی که الان متوجه شدی این قطار خیلی برنامه‌ریزی شدیدی داره و مرد جوان شب کریسمس ممکنه برای بعضیا مهم نباشه ولی برای بقیه ما خیلی مهمه. نظرتون چیه در مورد کلاسایی که بتونین همچین مهارتی رو توش به دست بیارین؟ مهارتی که ما همه از یادگیری زبان انگلیسی و شرکت توی کلاس‌های زبان انگلیسی میخوایم. توی کلاس‌های ویدیو بیس میبینمتون.